کاپ قاعدگی چیه؟ فوایدش چیه و عوارضش چیه؟ چه کسایی میتونن ازش استفاده کنن و نحوه استفاده و نگهداری ازش چجوریه؟ اگر همه اینا سوالای شما هم هست تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سلام به پیونکسیای عزیز، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه و لبتون خندون. توی این ویدیو فقط و فقط می‌خوایم در مورد کاپ قاعدگی صحبت کنیم، فواید، عوارضش و کاربردهاش. و اینکه این ویدیو رو من بر اساس صحبت با چندین و چند خانومی که سالیان سال دارن از کاپ قاعدگی استفاده میکنن ضبط میکنم و از گفته‌ها و تجربه های اونها هم به شما میگم و امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد. طی صحبت‌ها و تحقیقاتی که انجام شد، برندهای زیادی هستن که توی ایران کاپ قاعدگی رو دارن، ولی بهترین کاپی که بهم معرفی شد و خودم هم استفاده کردم و نتیجهش رو دیدم کاپ لونت هستش. این کاپ فعلا به نظر من در حال حاضر، نه تنها نظر من بلکه بقیه خانم‌ها، در حال حاضر بهترین کاپی هستش که داخل ایران هستش، چون از سیلیکون پزشکی تهیه شده و زمانی که شما دارید ازش استفاده می‌کنید به هیچ عنوان وجود یه جسم خارجی رو توی بدنتون احساس نمی کنید و از همه مهمتر این که با کیفیت، از مواد بازیافتی نیستش و استاندارده، یعنی سایز و اندازش و شکل آناتومیش کامل استاندارده و چیزی که هسته شما اگر با آناتومی بدن آشنا باشید خیلی راحت میتونید از این کاپ استفاده کنید و حتما بایستی این کاپ رو دقیق زیر دهانه رحمتون قرار بدید تا در دوران قاعدگی خون مستقیم داخل کاپ بریزه، اینجوری نه محیط واژینالتون خونی میشه و آلوده میشه و همین که سلامت بدنتون حفظ میشه. شما با استفاده از این کاپ هم میتونید میزان خونریزیتون رو تشخیص بدید به خاطر این حالتهای مندرجی که کنار خود کاپ هستش و میتونید بفهمید که جزو خونریزی های زیاد هستید یا کم و نحوه جایگذاریش هم خیلی راحته. شما بایستی به این شکل این رو تا کنید و به شکل حرف سی در بیاد و داخل واژنتون که بذارید باز میشه و حتما میگم باید دقت کنید که دقیقاً زیر دهانه رحم قرار بگیره و مینیمم تایمی که بایستی داخل بدن بمونه 2 ساعته و ماکسیمومش 12 ساعته. بهتره که زود به زود خالی نشه چون هی بایستی شما خارجش کنید دوباره جایگذاری کنید و اینکه بهتره بیشتر از 12 ساعت نمونه، چون اگر بیشتر از 12 ساعت بمونه شما دچار شوک سمی میشید و همین باعث میشه که مشکلات واژینال و رحمی براتون پیش بیاد و خدایی نکرده درگیر سرطان رحم بشید. نکته ای که مهمه تو حین استفاده از این کاپ، 1. شستشوی منظم و مرتب دستها، شستشوی کاپ، استریل کردن کاپ و خارج کردن زیر 12 ساعت هستش. اگر این نکات رو رعایت کنید به هیچ عنوان سلامت بدنتون به خطر نمیفته و همیشه قاعدگی های لذت بخشی رو تجربه می کنید. یه سوالی که ممکنه همین الان پیش بیاد، حالا کسایی که یا لونت دارن یا میخوان برن خرید کنن، اینه که دنباله خیلی بلندی داره، پس این چرا انقدر کوتاهه؟ این دنباله رو گذاشتم برای کسایی که با توجه به هر کس یعنی خودش انتخاب کنه که تا چه اندازه براش خوبه و همونقدر قیچی کنه و من تا این حد کوتاهش کردم و اینکه یه سری هستن حتی اینا هم کوتاه میکنم و کامل از بین میره، یعنی میشه این و استفاده ازش هم که بهتون گفتم خیلی راحته، حتما باید اون نکته ها رو رعایت کنید. حالا یه سری سوال هستش که پیش میاد و من حالا طین این که به کسای دیگه، دوستا، آشنا، فامیل معرفی کردم این سوالا رو پرسیدم و من همه رو لیستش کردم که توی این ویدیو جواب بدم. اگر بازم سوالی بود که توی این ویدیو بهش پرداخته نشد و جواب داده نشد، حتما زیر همین پست کامنت بذارید، جوابتون رو میدم. اگر سوالات خیلی مهمی باشه حتما یک ویدیو در خصوص پرسش و پاسخ در خصوص کاپ قاعدگی هم براتون درست میکنم. اولین سوالی که هستش که میگم با استفاده از کاپ باعث ایجاد عفونت نمیشه. ببینید کاپ مثل پده ها یا تامپون نیستش که خون جذبش بشه و با پوست در ارتباط باشه و بخواد باعث ایجاد عفونت بشه. و نکته دیگه که هسته، شما زمانی که چه از تامپون استفاده میکنید و چه از
پد خون زمانی که از رحم خارج میشه داخل محیط واژینال قرار میگیره و بعد بیرون میاد. ولی زمانی که از کاپ استفاده میکنید، کاپ مستقیم زیر دهانه رحم قرار میگیره و خون مستقیم داخل کاپ میرسه، یعنی کل محیط واژینالتون درگیر دوران قاعدگی یا خون قاعدگیتون نمیشه و به همین دلیل میزان عفونت و اون بدبویی که دوران قاعدگی هست از بین میره. و اگر دقت کرده باشید کسایی که مخصوصا از کاپ استفاده کردن دیگه با بدبویی واژن مشکلی ندارن، چون خون قاعدگی داخل واژنشون پخش نمیشه و باعث نمیشه که بدنشون بو بگیره. سوال دیگه ای که بود این بودش که میگن زمانی که ما از کاپ استفاده کنیم خب رحممون هوا نمیکشه، این خودش مشکل سازه و چرا میگید که عفونت پیش نمیاد؟ ببینید زمانی که شما از تامپون استفاده کنید کلا ورودی واژن رو مسدود میکنید و هیچ هوایی اصلا وارد واژنتون نمیشه و زمانی هم که از پدها استفاده میکنید پد مستقیما به پوست میچسبه و باز هم هیچ هوایی رد و بدل نمیشه و به همین دلیلی که اصلا نگران هوا رد و بدل شدن نباشید. و اینکه بازم بخواید حساب کنید بین پد، تامپون و کاپ بهترین گزینه است. سوال بعدی که بود اینه که خب ما میگیم از کاپ استفاده میکنیم، خون وارد کاپ جمع میشه، این خون بازگشت به دهانه رحم و بدن نداره. این نکته رو بهتون بگم که کلا دهانه رحم عمل انقباضی رو انجام میده و اینکه قادر به اینه که از درون هر چیزی که هست رو به سمت بیرون هدایت کنه و بهش عنوان این مکش رو نداره که چیزی رو بخواد از بیرون به سمت درون هل بده. و اگر با آناتومی بدنتون آشنا نیستید حتما راجبش سرچ کنید، عکس‌ها و ویدیوها رو ببینید تا بیشتر با آناتومی بدنتون آشنا بشید و ببینید که دهانه رحم خیلی کوچیک‌تر از اون چیزی هستش که بخواید فکرشو کنید که بخواد چیزی واردش بشه. و همچنین خیلی‌ها میگن من میترسم ازش استفاده کنم و توی بدنم گم بشه. به هیچ عنوان اینطور نیست. حتما شما عکس‌ها و ویدیوهای آناتومی بدن رو ببینید تا کامل باهاش آشنا بشید و با خیال راحت ازش استفاده کنید. سوال بعدی که بود میگفتش که مثل پدهای بهداشتی نیست که دچار ایجاد آلرژی و واکنش‌های بدن بشه. ببینید زمانی که شما از پد استفاده میکنید چون خون رو به خودش جذب میکنه یا تامپون همچنین، چون خون رو به خودش جذب میکنه آلوده میشه و محل تجمع باکتریا هستش و زمانی که این پد یا تامپون با پوست برخورد میکنه و تایم طولانی با هم دیگه در تماسن باعث میشه که پوست دچار واکنش‌ها و آلرژی ها بشه. ولی زمانی که شما از کاپ استفاده میکنید همونطور که گفتم خون اصلا توی محیط واژن پخش نمیشه، حالا چه برسه بخواد بیرون بیاد و بخواد دچار مشکلات دیگه ای بشه. به خاطر همین با خیال راحت ازش استفاده کنید. فقط نکته‌ای که هستش هر کاپی باعث آلرژی، مثلا اینطور نیست که بگیم هیچ کاپی باعث آلرژی نمیشه. باید کاپی استاندارد و درست رو انتخاب کنید. به خاطر هزینه‌ها نرید کاپی بی کیفیت و ارزون قیمت رو تهیه کنید که بعداً دچار مشکلات دیگه بشید. سوال بعدی این بود که چرا باید نهایت 12 ساعت بمونه و حتما باید تخلیه‌اش کنیم؟ اگه مثلا شرایطمون جوری باشه که بیشتر از 12 ساعت بمونه چی؟ همه سعیتون رو بکنید. من خودم به شخصه زمانی که صحبت کردم با چندین نفر دیگه به شخصه نظرم اینه که اصلا نذارید به 12 ساعت برسه. سعی کنید دیگه میگم ماکسیمومش در شرایط خاص با تا 12 ساعت باشه و سعی کنید که زیر 12 ساعت تخلیهش کنید، شستشو بدید و مجدد ازش استفاده کنید. سوال دیگه این بود که چرا با کاپ قاعدگی مدت زمان قاعدگیم کوتاه میشه؟ این سوالی بود که خیلی‌ها پرسیدن و اینکه میگم من مثلا همیشه دوران قاعدگیم 10 روزه، 7 روزه یا 5 روزه بوده، ولی با کاپ قاعدگی مثلا کسی که 10 روزه بوده میگه شده 7 روز یا 5 روز و کسی که 5 روزه بوده میگه شده 3 روز. جریان چیه؟ نکنه بدنم به مشکل خورده. و اصلا نگران نباشید بدنتون به شما به مشکل بر نخورده. همونطور که قبلش هم گفتم زمانی که شما از پد یا تامپون استفاده میکنید خون توی محیط واژن اول قرار میگیره و بعد از بدن خارج میشه. به خاطر همینه که مدت زمان طولانی رو طی میکنه تا واژن کامل پاک بشه و خونایی که توی محیط واژن پخش شدن از بدن خارج بشن. ولی زمانی که شما از کاپ دارید استفاده میکنید چون خون مستقیم داخل کاپ میریزه و محیط واژن آغشته به خون نمیشه، به خاطر همین احساس میکنید که قاعدگیتون کوتاه‌تر شده، چون دیگه خونی از دهانه رحم داخل کاپتون نمیریزه،
میبینید کاپتون تمیزه، روز سومه و من پریودیم تموم شده. پس این چطور میشه؟ فقط و فقط به خاطر این دلیل هستش که محیط واژنتون درگیر مسئله قاعدگیتون نمیشه و خیلی راحت و سریع قاعدگیتون تموم میشه. توی معرفی هایی که داشتم خیلی ها بعدش بهم گفتن که تو انتخاب سایزش مشکل دارم. ببینید کاپ قاعدگی، حالا کاپای دیگر کاری ندارم، و 11 دو تا سایز داره، یه سایز 1 یه سایز 2. سایز 2 مناسب کساییه که بارداری داشتن و زایمان داشتن، مخصوصا زایمان طبیعی. معمولا اکثر کسایی که دارن استفاده میکنن سایز 1. اون هم باز برمیگرده به شناخت آناتومی بدن خودتون که اگر فکر میکنید این کاپ داخل بدنتون امکان افتادنش هست 2 رو تعیین کنید. ولی خیلی از کسایی بودن که حتی بارداری داشتند و سزارین بوده بارداریشون، زایمانشون، و کاپ 2 رو تهیه کردن، یا حتی طبیعی بوده کاپ 2 رو تهیه کردن ولی 2 براشون خیلی بزرگ بوده و مجبور شدن که مجدد 1 رو هم تهیه کنن. سوال بعدی که جزو مهمترین سوالات و پرتکرارترین سوالات هستش اینه که مجردها هم میتونن استفاده کنن ازش. ببینید این کاپ مخصوص بانوانی هستش که ازدواج کردن و کسایی که توی ایران هستن و درگیر قید و بندهای سنتی هستند که حتما توی مسئله بکارت اگر به مشکل نمیخورن میتونن از کاپ استفاده کنن. ولی اگر خیلی سنتی هستید، از کسایی هستید، از اون دسته کسایی هستید یا جزو اون دسته خانواده‌ای هستید که این مسئله بکارت براشون مهمه، استفاده از کاپ بهشون توصیه نمیشه و بایستی تا زمانی که باکره هستند از پد استفاده کنن و هر زمان که بانو شدند اون موقع از کاپ‌های قاعدگی استفاده کنن. و یه مورد دیگه که بود این بود که زمانی که معرفی میکردم میگو وای نه چندشه، خیلی چیزیه که مثلا تو بخوای دست بزنی درش بیاری آدم حالش بد میشه و خیلی چیزای دیگه. ببینید زمانی که خیلیا بودن که من باشون صحبت کردم، یعنی 4 ساله دارن استفاده میکنن، و زمانی که باشون صحبت کردم میگفتم ما همین مشکل رو داشتیم که چندشه، ولی وقتی که خریدیم دیدیم بهترین هدیه‌ایه که هر خانومی میتونه به خودش بده و این ویدیو رو هم ما بابت همین گرفتیم که هر کسی این آرامش دوران قاعدگی رو تجربه کنه و اون همه درد و رنج و عذاب رو از خودش بگیره و به یه آرامش خاطر برسه. چون زمانی هستش دوران قاعدگی که واقعا خانم ها باید استراحت کنن و خیلی کار سنگین انجام ندن و تو استراحت مطلق باشن در اصل. ولی زمانی که از پدها استفاده میکنید شما استراحت مطلق ندارید، زاویه خوابتون مهمه. اگر زاویه خوابتون تغییر کنه احتمال این که بخواد کثیف کاری بشه و کل روزتون رو ازتون بگیره بابت تمیزکاری، همه اینا استرسی میشه که در کنار قاعدگی واقعا فشاری به آدم وارد میکنه و اعصاب آدم رو به هم میزنه. ولی با استفاده از کاپ قاعدگی هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد و بهتون این قول رو میدم که یه قاعدگی آروم و با آسایش رو خواهید داشت و اگر چندشتون میشه میتونید از دستکش‌های مشمعی 1 بار مصرف استفاده کنید. ولی این رو بهتون قول میدم زمانی که ازش استفاده کنید 1 بار، اون موقع است که اصلا چندش و اینجور چیزا میره کنار. آرامشش انقدر زیاد هست که ارزش همه اینها رو داره. و من سعی کردم همه چیزها رو بهتون بگم. در خصوص خارج کردنش هم ویدیوهای زیادی توی یوتیوب، آپارات و حتی خود زمانی که بستر رو می‌خرید روی خودش توضیح داده شده و کار سختی نیست و فقط هنگام خارج کردنش کافیه که از انتهایی فشاری بهش وارد کنید که این خم بشه و بعد به سمت بیرون خارجش کنید، شستشوش بدید و مجدد بذارید. و نکته‌ای که هستش زمانی که قاعدگیتون تموم شد بعد از اینکه کامل شستشوش دادید 2 بار بایستی توی آب جوش بجوشونیدش تا کامل استریل و تمیز بشه و بعد بذارید داخل کیفش و بمونه تا قاعدگی بعدیتون. امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه. وظیفه من این بود که خانم‌های سرزمینم نه تنها فقط ایران بلکه کل جهان رو دعوت کنم به استفاده از این کاپ‌ها
تا هم خیال راحتی داشته باشن، همین که واقعا هر کسی این کاپ رو تهیه کرده میگه که بهترین هدیه‌ای بود که میتونستم به خودم بدم و امیدوارم که شما هم این هدیه رو به خودتون بدید و با خیال راحت ازش استفاده کنید. اگر سوالی داشتید زیر همین پست برای من کامنت بذارید، خودم شخصا جوابگو هستم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.